من حسین علی شبانپور فرزند ابراهیم، سن 75 سال. در 6 سالگی رفتم دبستان، 6 سالم تحصیل کردم، تصدیق شیشه گرفتم و دیگه دنبال پدرم اومدم بیابان، صاحب 4 فرزند شدم. یکی از فرزندان شهید شد به نام محمود. من که در پای تو ایزم که پسند تو بود، سر نچیزم که شایسته پای تو بود. در همه اجزای من مسکین